این باغ زنانه کابل است، جایی که روزانه صدها زن برای تفریح، خریداری و اشتراک در کورس‌های آموزشی به این باغ می آیند. این مکان تنها برای زنان اختصاص داده شده است و مردان اجازه ورود به آن را ندارند. بیشتر مراجعین این باغ کسانی هستند که میگویند اجازه رفتن به دیگر مکانهای تفریحی در شهر را ندارند. مریم برای تفریح همراه پسرش به این مکان آمده و میگوید در باغ زنانه احساس امنیت می کند. فضای امن داره، امن است برای خانم هاست. دیگه باغ‌ها چون مردا می باشه آزار اذیت میکنن، از خاطر اینجا مشکل است برای آدم. از خاطر آمدیم در باغ زنانه بسیار فضای امن داره و برای اطفال یک تفریح‌های بسیار خوب. باغ زنانه کابل که مساحت آن به 13 جریب زمین میرسد، قدامت 80 ساله دارد. جهان آرا و شهر آرا دختران بابرشاه بودند. بابرشاه برای دخترانش 2 باغ را ساخته بود. باغی را در سمنگان جهان آرا نام نهاد و باغ دیگر را در کابل به نام شهر آرا مسما ساخت. در باغ شهر آرا یا باغ زنانه زنان به دستدوزی و گلدوزی نیز میپردازند. کبرا مسئول کانتین باغ زنانه میگوید در کنار بزرگداشت از سایر اوقات در این باغ از روز زن، روز مادر و مراسم فراغت نیز تجلیل می شود. بخش آشپزخانه داریم و بخش شکم فروشی است، مثلا چپسای پاکت کرده یا پاست. و بخش دیگه ما که است که به حساب پخت و پز است، شورنخات، بولانی، برگر چیزا پخت و پز میشه، فروشات میشه، مخصوصا کارش خانم‌ها می باشه، دیگه شیریخ گپا می باشه. در محل تفریح چیزی که نیازمندی های مردم باشه. در زمان جنگ‌های تنظیمی و حاکمیت طالبان این محل به خرابه تبدیل شده بود، اما زمانی که مدیریت این باغ به وزارت زنان سپرده شد و کریمه سالک به عنوان رئیس آن تعیین گردید، آنان بخش‌های مختلفی را در باغ ایجاد کردند. کریمه سالک رئیس باغ زنانه میگوید خانم‌ها می توانند با آزادی کامل در باغ گشت و گذار کنند، زیرا تسهیلات لازم برای آنها و اطفالشان در نظر گرفته شده است. با گفته خانم سالک، روزهای پنجشنبه و جمعه برای تفریح زنان اختصاص داده شده است و سایر روزهای هفته برای بلند بردن ارتقای ظرفیت خانم‌ها در این باغ مکانهای اختصاص داده شده است. 2 جیم داریم، جیم سپورتی بر خواهرها که $1 لک مال USAID برمورده. و همچنان در اینجا تعمیر ترنینگ داریم، از انکشافی ما جور شده برای ترنینگ خواهرها. مسجد داریم، 20 دکان داریم، رستوران داریم به نام همیشه بهار، کانتین داریم که کسی که کتابخانه داریم، دفتر داریم برای دکترای مدیکال تکلیفای روانی تداوی میکنه. این یک باغ است که برای علای تفریحا خانم‌ها هم از بعض برنامه‌های میتونن استفاده کنند. گروهی از دختران جوان در کورس‌های آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر در باغ زنانه مصروف تدریس اند. در داخل باغ زنانه کابل هتلی نیز وجود دارد که همه کارکنان آن زنان هستند. فریده فروشنده این هتل میگوید بستان کابل خانم‌ها نمیتونن برن، فامیلام اجازه نمیتونن از خاطر که از دست مردا آزار اذیت میشن و باغ زنانه که است فقط به خانم‌ها است. زیادتر از سن 7 سال بچه و پسران در اینجا آمدن نمیتونن. با آنکه باغ زنانه کابل جای امنی برای خانم‌ها به حساب می رود، اما بیشتر زنان می گویند که باید در مورد تفریحگاه‌های مخصوص زنان پلان‌های وسیع‌تر شود تا آنان در این جامعه سنتی از گزند مزاحمان در امان بمانند. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.